نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو کی نامه کنم باز. بعداً السلام علیکم پدران و مادران، برادرانی که این لحظه صدای مرا میشنوید. میگوید رئیس را جانشین عاقلی بود. او از کارخانه دست برداشت. رئیس از دیگر کارگران پرسید که جانشین عاقل کجاست؟ گفتند از کارخانه دست برداشته است و به عبادت خدا مشغول است. رئیس نزد جانشین رفت و از او پرسید از من چه خطا دیدی که کارخانه را ترک کردی؟ گفت سبب از کارخانه برآمدنم 5 چیز است، 5 سبب دارد. یکمین سببش این است که تو همیشه نشسته بودی و من حضور تو راست می ایستادم. اکنون بندگی خدای را می کنم که مرا حتی در نماز هم حکم بر نشستن می کند. دوم آن که تو طعام می خوردی و من نگاه می کردم. اکنون رزاق پیدا کردم که او نمی خورد و مرا می خوراند. سوم آن که تو خواب می کردی و من پاسبانی می کردم. اکنون خدا چنان است که هرگز نمی خوابد و مرا پاسبانی می کند. چهارم آن که می ترسیدم اگر تو بمیری مرا از دشمنانت آسیبی برسد. اکنون خدای من چنان است که هرگز نخواهد مرد و مرا از دشمنان حفظ خواهد کرد. پنجم این که می ترسیدم که اگر گناهی از من سرزند عفوم نکنی. اکنون خدای من چنان رحیم، چنان مهربان است که گناهم را می بخشد. خدایا ما را یک لحظه به حال خود وا نگذار. اینک رسیدیم به پایان قصه دیگر. با شما بودم بنده عبدالله. یک شما را از برای الله پاک دوست می دارم. خواهش کرده می شود ویدیو را به دیگر دوستانتان پهن کنید و فکر و عقیده های خود را در زیر ویدیو بنویسید. السلام علیکم و رحمت الله.